در این بخش به توضیحاتی درباره رونسکین تابع میپردازیم. رونسکین یک تابع بدین صورت تعریف میشه: y1 و y2 پایه‌های جواب معادله درجه 2 ما هستند و y'1 و y'2 به ترتیب مشتق این پایه‌های جواب هستند. دترمینان این ماتریسی که نوشتیم رونسکین یک تابع هست. در اینجا یک قضیه مطرح میشه، قضیه‌ای بدین فرمت: y1 و y2 در صورتی که جوابهای معادله مرتبه 2 ما باشن، شرط وجود استقلال خطی بین این دو جواب این هست که دترمینانی که در بالا نوشتیم یا همون مفهوم رونسکینی که در بالا نوشتیم باید مخالف صفر باشه. قضیه دومی که مطرح میشه بدین صورت هست که y1 و y2 جوابهای معادله مرتبه 2 هستند. در این صورت c1 y1 به اضافه c2 y2 هم جواب عمومی معادله هست. همون قضیه‌ای هست که تحت عنوان قضیه 2 در ابتدای بخش قبل توضیح داده شد. بنابراین این قضیه 2 هم از رونسکین توابع به دست میاد، از نتیجه رونسکین توابع به دست میاد. فرض بکنید که y1 و y2 پایه‌های جواب عمومی معادله ما باشن. نشون بدیم که استقلال خطی دارن. گفتیم که رونسکین توابع، مفهوم رونسکین شرط استقلال خطی بین پایه‌های جواب هست. برای اینکه شرط استقلال خطی رو بررسی بکنیم نیاز هست که ماتریسی رو به صورت بالا تشکیل بدیم و دترمینان اون رو به دست بیاریم. y1 و y2 رو داریم، از هر کدوم مشتق میگیریم بر طبق همین رابطه ای که در بالا نوشته شده، بعد دترمینان اون ماتریس رو به دست بیاریم. همونطور که میبینید شرط این که استقلال خطی داشته باشن باید این ماتریسی که ما به دست میاریم باید مخالف صفر باشه. همونطور که میبینید مخالف صفر هست و این دو جواب نسبت به هم استقلال خطی دارند. پس یک بار دیگه این توضیحات رو ما میدیم. پایه‌های جواب معادلمون رو ما داریم. y1 و y2 پایه‌های جواب معادله درجه 2 ما هستند و ماتریس رو بدین صورت ما تشکیل میدیم. ماتریس دترمینان رو y1 در اینجا نوشته میشه، در زیر اون مشتقش نوشته میشه. y2 هم در این قسمت نوشته شد، در زیرش مشتقش نوشته شد و از دترمینان هم که میدونید حاصل ضرب قطر اصلی منهای قطر فرعی هست، حاصل ضرب درایی های قطر فرعی هست که جواب بدین صورت حاصل میشه. در صورتی که ما معادلمون درجه 2 نباشه، درجه 3 باشه، در این صورت ما 3 پایه جواب رو خواهیم داشت، یعنی y1 y2 و y3 خواهیم داشت. اون وقت دترمینان ماتریسی هم که تشکیل میدیم 3 در 3 خواهد بود. در این قسمت y1 y2 و بعد از اون y3 در زیر مشتق y1 y2 و y3 نوشته میشه و در زیر اون مشتق دوم اونها، یعنی y سکند 1 y سکند 2 و y سکند 3 نوشته میشه. بنابراین ما در اینجا مفهوم رونسکین رو مطرح کردیم که این رابطه ای که در این بالا نوشته شده رو حتما باید به خاطر بسپارید. روش کاهش مرتبه. یکی از روش‌های حل معادله درجه 2 تبدیل اون به یک معادله مرتبه اول هست. به این روش
کاهش مرتبه گفته میشه. در این روش اگر یک جواب معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم معلوم باشه میتونیم جواب مستقل دیگر رو هم به دست بیاریم. فرض بکنید که معادله ما معادله همگنی باشه، یعنی طرف دوم اون برابر با صفر باشه، طرف دوم اون معادله‌ای نباشه و با یک جواب خصوصی ما باشه. در این صورت وای مساویه با وی تی وای یک تی هم جواب دیگه معادله خواهد بود. روش حل بدین صورت هست که ما در معادله‌ای که داریم به جای وای وی تی وای یک قرار میدیم و به جای وای پریم و وای سگند هم این روابط رو قرار میدیم. توجه بکنید که ما از رابطه ای که داریم از وایی که فرض کردیم یک بار مشتق گرفتیم، مشتق اول در دوم به اضافه مشتق دوم در اول. همچنین از همین رابطه ای که به دست آوردیم مجددا مشتق میگیریم، مشتق وای پریم وای سگند میشه، یعنی این مشتق خودش یک مشتق حاصل ضرب هست و مشتق دوم هم یک مشتق حاصل ضرب هست و مشتق کلی بدین صورت برامون به دست میاد. و وای سگند و وای پریم و وای رو که داریم در رابطه اصلی جایگزین میکنیم، معادله ما به یک درجه کاهش پیدا میکنه و به راحتی میتونیم معادلمون رو حل بکنیم. در فرمت معادله هم بدین صورت تغییر میکنه، به راحتی این معادله حل میشه. ما یک فقط وای سگند و وی پریم داریم، یعنی وی نداریم، معادله قشنگ به یک درجه کاهش پیدا کرده و به راحتی قابل حل هست. مثالی رو در این باره حل میکنیم. فرض بکنید که با یک جوابی از معادله زیر باشه. جواب مستقل خطی دوم معادله رو به دست بیاریم. معادلمون بدین صورت هست. با یک رو داریم، ما ابتدا از همین با یکی که داریم وای رو تشکیل میدیم. وای رو که تشکیل میدیم بدین صورت هست. وی تی وای یک تی، وای یک تی به توان منفی یک هست. وای پریم یک و وای پریم و وای سگند رو هم به دست میاریم. دوبار از رابطه بالا مشتق میگیریم، بدین صورت به دست میاد. از همین معادله‌ای که روابطی که برامون به دست اومده رو توی معادله اصلی جایگزین میکنیم و ساده سازی های لازم رو انجام میدیم. دو تی دو رو داریم، به جای وای سگند رابطه‌ای که براش به دست آوردیم و قرار دادیم. سه تی در وای پریم رابطه‌ای که به دست آوردیم رو جایگزین کردیم، منهای وای هم که وی تی تی به توان منفی یک هست و بعد از اون هم ساده سازی های لازم رو انجام میدیم. کلا معادله ما بدین صورت برامون به دست اومد. حالا این معادله‌ای که برامون به دست اومده رو به راحتی میتونیم حل بکنیم. برای حل این معادله ما در حقیقت وای سگند و وای پریم رو به یک جا انتقال میدیم، دی تی رو هم به دو تی رو هم به یک جا انتقال میدیم، از طرفین انتگرال میگیریم و وای پریم رو به دست میاریم. وای پریم رو که به دست آوردیم مجددا ازش یک بار دیگه انتگرال میگیریم، وای در حقیقت وی تی برامون حاصل میشه. حالا که وی تی برامون حاصل شد، جواب دوم معادله برامون به دست میاد و به طور کلی جواب عمومی بدین صورت برامون به دست اومد. این جواب وی تی که به دست آوردیم پایه دوم جواب هست که برابر با 2/3 سی تی به توان 3/2 هست و در حقیقت
این وی تی رو ضرب در تی به توان منفی 1 میکنیم. وای برامون حاصل میشه که پایه دوم جواب هست و به طور کلی جواب وای 1 و ترکیب خطی وای 2 برامون بدین صورت حاصل میشه که جواب عمومی معادله هست. پس یک بار دیگه اگر بخوایم این مفهوم رو ما توضیح بدیم، در صورتی که ما یک پایه جواب معادله رو داشته باشیم و بخوایم جواب دوم معادله رو به دست بیاریم، از روش کاهش مرتبه استفاده میکنیم. بدین صورت که وای رو برابر با وی تی با 1 در نظر میگیریم، ازش وای پریم و وای سکند رو تشکیل میدیم، توی معادله اصلی قرار میدیم، معادله رو ساده میکنیم و در نهایت وی تی رو به دست میاریم. وی تی رو که به دست آوردیم در اون رابطه‌ای که در بالا فرض کرده بودیم، یعنی وای مساویه با وی تی، تی به توان منفی 1 جایگزین میکنیم. جایگزین که کردیم وای 2 برامون حاصل میشه. وای 2 همون پایه دوم جواب هست و در صورتی که بخوایم به طور کلی جواب رو بنویسیم، به طور کلی جواب رو بخوایم به دست بیاریم، فرمت کلی بدین صورت هست که C1 وای 1 به اضافه C2 وای 2 هست که جواب نهایی بدین صورت برامون حاصل شد.